آیا تا به حال راز بزرگ این آیه را شنیده اید؟ چرا بسیاری از مردم هنوز حقیقت آیت الکرسی را نمی‌دانند؟ امشب من پرده از همه اسرار پنهان این کلمات برمی‌دارم. با من در این سفر روحانی و عجیب همراه شوید. وقتی این آیه بسیار زیبا بر پیامبر ما نازل می‌شد، تمام بت‌های جهان در آن لحظه به زمین سقوط کردند. شیاطین با وحشت بسیار زیاد از محل فرار کرده بودند. پادشاهان ظالم در سراسر دنیا تاج از سرشان افتاده بود. 70,000 فرشته آسمانی برای نزول آن به زمین آمدند. این نشان دهنده عظمت پنهان و قدرت بیکران آیه است. آیا می دانید چرا این متن چنین شکوهی در خود دارد؟ پاسخ در کلمات زنده و معانی عمیق آن نهفته است. اولین کلمه نام زیبای الله است که شریکی برایش نیست. او خدای زنده است که هرگز طعم مرگ نمی کشد. هرگز. صفت هی یعنی حیات او هیچ آغاز و پایانی ندارد. ما انسانها فانی هستیم، اما خالق ما همیشه زنده است. قیوم به چه معناست و چرا اینقدر اهمیت بالایی دارد؟ قیوم یعنی کسی که تمام جهان به او تکیه کردند. اگر او یک لحظه توجه خود را بگیرد، نابود می‌شویم. هر ستاره در آسمان با نیروی قیوم استوار مانده است. آیا خداوند هرگز خسته می‌شود یا به خواب فرو می‌رود؟ متن دقیقاً می‌گوید که نه چرت می‌زند و نه می‌خوابد. کلمه سنه یعنی همان خواب سبکی که ابتدا می‌آید قطعاً. نوم خواب عمیقی است که تمام هوشیاری را می‌گیرد کاملاً. وقتی ما در تاریکی شب راحت و آرام می‌خوابیم، همیشه خدای بزرگ بیدار است و از ما مراقبت می‌کند، دائم. این یعنی امنیت مطلق برای فردی که ایمان کامل دارد. هیچ خطری نمی‌تواند از دیدگان همیشه بیدار او پنهان بماند. مالکیت تمام آسمان‌ها و زمین فقط در دست الله است. ما در این دنیا فقط مسافر هستیم و مالکیتی نداریم. تمام ثروت‌های جهان در برابر قدرت الهی هیچ مقدار نیست. پس چرا انسان به دارایی‌های اندک خود مغرور می‌شود گاهی؟ شفاعت یک راز بزرگ است که اینجا مطرح شده است. چه کسی می‌تواند در پیشگاه خداوند برای ما شفاعت کند؟ هیچ کس، مگر اینکه خود خدا به او اجازه داده باشد. این نشان دهنده نظم شدید و عدالت در قیامت است. پیامبران و امامان پاک تنها با اجازه او شفاعت می کنند. انسان نباید فکر کند هر کسی می تواند منجی او باشد. توحید خالص یعنی همه چیز را از سمت خدا بدانیم. این آیه مرزهای شرک را به طور کامل نابود می سازد. خداوند از گذشته و آینده تمام مخلوقات خود آگاه است. علم ما محدود است، اما علم پروردگار هیچ مرزی ندارد. آنچه پیش روی ماست و آنچه پشت سر است می‌داند. هیچ کس نمی‌تواند چیزی را از دید او مخفی نگه دارد. ما نمی‌توانیم به دانش الهی دست پیدا کنیم، هرگز، واقعاً، مگر اینکه او خودش اراده کند و به ما بیاموزد. هر کشف علمی جدید فقط قطره‌ای از علم او است. غرور علمی بزرگترین اشتباه بشر در این جهان مادی است. اکنون به کلمه بسیار مهم کرسی در این متن می‌رسیم. مردم فکر می‌کنند کرسی یک صندلی چوبی یا طلایی است. اما حقیقت پنهان این است که کرسی صندلی فیزیکی نیست. کرسی در واقع نمادی از علم بیپایان و قدرت است. وسعت این کرسی تمام آسمان‌ها و زمین را فرا گرفته، یعنی حکومت و علم خدا بر تمام هستی احاطه دارد. حتی تصور این وسعت بزرگ برای ذهن ما غیر ممکن است. میلیاردها کهکشان درون این کرسی الهی جای گرفتند، به راحتی. نگهبانی از این جهان پهناور برای خدا اصلاً سخت نیست. انسان با انجام یک کار کوچک خیلی زود خسته می شود. اما خالق هستی از اداره کیهان هرگز احساس خستگی نمی کند. این نشان دهنده تفاوت مطلق بین خالق و مخلوق است. در پایان آیه خدا با دو نام زیبا معرفی می شود. نام علی
یعنی او بلند مرتبه است و فراتر از همه. نام عظیم نشان دهنده شکوه و بزرگی بی‌نهایت اوست. شناخت این دو نام کلید درک بسیاری از اسرار می باشد. آیا می دانستید خواندن این آیه در خانه چه اثری دارد؟ روایات می گویند خواندن آن فقر را از خانواده دور می کند. انرژی مثبت آن تمام امواج منفی را از بین می برد. حصاری از نور الهی اطراف خانه شما کشیده خواهد شد. وقتی قبل از خواب این جملات طلایی را می‌خوانید، حتما 2 فرشته مأمور می‌شوند تا صبح از شما محافظت کنند. هیچ رویای بد و کابوس وحشتناکی سراغ شما نخواهد آمد. روح شما در آغوش امن پروردگار استراحت خواهد کرد، مطمئناً. دانشمندان دینی قرنها روی کلمات این آیه تحقیق کرده‌اند پیوسته. آنها کشف کردند که نظم خاصی در کلمات پنهان است. ساختار آیه دقیقاً مانند یک دایره کامل و بی‌نقص است. ابتدا و انتهای آن به زیبایی به هم متصل می‌شوند. در سفرها همیشه خواندن این آیه توصیه شده است، اکیداً. کسانی که با ماشین سفر می‌کنند باید آن را بخوانند. حوادث ناگوار جاده‌ای با برکت این آیات دفع خواهد شد. مسافر با سلامت کامل به خانه خودش باز خواهد گشت. آیا قدرت شفابخش آیت الکرسی را برای بیماران تجربه کرده اید؟ ارتعاش کلمات آن روی آب تأثیر بسیار عجیبی همیشه دارد. وقتی این آیه بر بیمار خوانده شود، درد کم می شود. روح امید و زندگی دوباره در کالبد شخص جریان می یابد. شیاطین جن از شنیدن این آیه به شدت می ترسند همواره. اگر در مکانی احساس سنگینی کردید، سریع آن را بخوانید. بلافاصله فضا پر از نور و انرژی الهی خواهد شد. موجودات تاریک توانایی تحمل این نور خیره کننده را ندارند. عرفا معتقدند که این آیه دارای چشم سوم معنوی است. هر کس مداوم بخواند، چشم دلش به غیب باز می شود. حقایق پنهان هستی را بدون هیچ پرده‌ای مشاهده خواهد کرد. قلب او پر از حکمت و علم لدن خواهد شد. چرا نام این آیه را قله قرآن گذاشتند در کتاب‌ها؟ زیرا تمام اصول توحید به زیبایی در آن جمع شده‌اند. 16 بار به خداوند در همین متن کوتاه اشاره شده. هیچ آیه دیگری این حجم از معرفی خدا را ندارد. بعضی افراد می‌پرسند آیا طلسم‌ها با این آیه باطل می‌شوند؟ پاسخ قطعاً بله است و هیچ شکی در آن نیست. قوی‌ترین جادوها در برابر کلمات این آیه مثل خاکستر می‌شوند. هر روز صبح آن را تلاوت کنید تا ایمن بمانید. رازی دیگر در زمان تلاوت بعد از هر نماز است. پیامبر فرمود بین فرد و بهشت فقط مرگ فاصله است. یعنی به محض مردن وارد بهشت زیبای الهی خواهد شد. چه پاداشی بزرگتر از این برای یک انسان وجود دارد؟ شما با خواندن این آیه زنجیرهای وابستگی را پاره می کنید. متوجه می شوید که هیچ قدرتی جز الله در جهان نیست. ترس از آینده و غم گذشته از دل بیرون می رود. انسان به مقام آرامش مطلق و رهایی کامل می رسد. راحت. اکنون که با حقیقت پنهان این آیه آشنا شدید کاملاً، بیایید هر روز آن را با دقت و توجه بخوانیم. آن را به فرزندان خود نیز آموزش دهید. با عشق. این گنجینه بزرگ معنوی برای همیشه راهگشای مسیر شما باد.